تا داده است خدایم مرا جان در این جهان، مهر تو را به مهر سلیمان نمیدهم. سلام و درود خدمت تمام شما وطندارای عزیز. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید در هر کجایی از زمین که هستید. جور و صحت باشید دوستای عزیز. و امروز قسمی که میبینین عزیزان دل در جمع از دوستا هستیم و قرار است که یوتیوب چینل افغان لایف افتتاح بکنیم و همراه با استاد هستیم. استاد شروع کنین دیگه، همراه با دوستا سلام داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز. امید که جور و صحت سلامت باشین. سلام های ما را پذیرا شوین ان شاء الله که بخیر. امروز روز افتتاحیه یوتیوب چینل ما که افغان لایف است. همکاری شما را خواهان هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. استاد جان انشالله دیگه بخیر هموطنان ما حمایت میکنن و امروز قرار است که برای دوستان ما توضیح بدیم که هدف از ایجاد افغان لایف چی است و برنامه های ما در کدام بخش است و این موضوعات را دوستا کنجکاو هستند ما میخواهند بدانند. برنامه های ما دوستای عزیز در قسمت های در بخش های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی می باشد دوستای عزیز که ما میخواهیم محتوای جالب و دیدنی و عالی را از 34 ولایت افغانستان بر شما دوستا ارائه بداریم. امیدوار هستم که در این سفر همراه ما یک جا باشین و حمایت بکنین دوستای عزیز. دیگه قسمی که استاد گفتن دیگه نام خدا همونطور که کم آماده است و همکارای ما هم در کنار ما هستن. میشه که دوستای ما هم سلام داشته باشه همراه با همتون. سلام علیکم دوست عزیز، احسان عظیمی هستم، سر تیم ایفی و امروز دعوت شدیم به افتتاحیه یوتیوب چینل افغان لایف. البته یوتیوب چینل از استاد سمی است که برادرم است، همکارم هم است. آرزوی موفقیت برشان دارم، انشالله که پیشرفت کنن و حمایت کنن هموطنان. ما هم حمایت میکنیم ازشان. استاد میشه در رابطه با این که محتوایی که شما آماده میکنیم کدام بخش هاست؟ ما قبلا بر دوستا ارائه کردم، گفتم که بخش های فرهنگی، تاریخی، ورزشی و اجتماعی هست دیگه، خارج از سیاست و گپ و سخن. و همین برنامه ها را بیشتر کدام ولایتی است داخل شهر، بیشتر کدام شهر فعالیت ها دارین برای دوستا بگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فعالیت های ما خب اکثرا داخل شهر می باشد. دیگه برنامه ما قسمی است که متفاوت است، سرگرمی است، اجتماعی است، فرهنگی است، گزارش شهری است، مثلا آشپزی، کل در بر میگیره. هر بخشی که قبلا برای دوستا گفتیم همون بخش ها را در بر میگیره. و خیلی یک چیز دیگه که مردم و وطندارای ما علاقه‌مند هستن، میخواین چیزای جالبتر و البته هیجان انگیز باشه، مثل که طبیعت باشه، رستوران هایی که تازه افتتاح میشه باشه، غذاهای جالب باشه و عمود مزه‌دار باشه که مردم ببینه و از بیشتر گزارش های شهری از دوستایی که نابخدا یکم نابخطر هستن و تندارا زیاد علاقمندی دارن. بله کاملا همه رقم یک چیز هست. خواستاد زیاد پرعرفی نمیکنیم دوستا خسته نشن، افتتاحیه رو شروع میکنیم. چی نظر دارین دوستا؟ میلاد جان صحبت نکرد، یک بار دوستا خودت معرفی بکن. قبلا هم امروز آشنایی داره. اسمم احمد میلاد است، از شهر مزار شریف به گروه اف پی هستم. یوتیوب چینل افغان لایف جدید است. آفرین. افتتاحش الان برگزار میشد. باز چطور که امروز که یک جور است نیستی؟ هستیم میشه یک چیزی. برای مردم چی گفتنی داری؟ دوستایی که ما رو میبینن و افغان لایف باید حمایت بکنن یا خیر؟ حمایت کنه تا فعلا که روی کار است جور میشه، بازو را باید دنبال کند. 100% برای دوستا، دنبال کنه. علاقمند خودت هست برای دوستا علاقمندایت بگو باید گفتنی استاد سمیر بخیر حمایت بکنه. تا فعلا که از ما که حمایت میکنه، از استاد سمیر هم یک حمایت داشته باشه تا فعلا. تا شروع میکنیم که بخیر توتا میکنیم دیگه، کات میکنیم گفته دوستا. خوب گپ است. خب استاد خوبی دیگه بخیر دوستا دیگه کلا ما باید بگیم کلا ما یک کات میکنیم دیگه بگین جان. دوست عزیز دیگه خط میکنیم خط با امید
میلیون شدن ما. موفقیت های بیشتر انشالله. یک سو یک اینم تو استاد تو مینی اول کیک اول از خودت همین تو امیدوارم که تا آخرم تو خنده روی باشی و قربانتان. همچنان همراه شما دوستا یک جا. باش که مدن نمیدم تو یوتیوبر ما. تشکر. تو میخید نیتونم میخید دوست کیک نمیشه نه، مزدار است؟ مزدار. شیرین بوده یکم. این زیاد. من بخورم؟ آقا دیگه آخه گپ دادی. دوستا دیگه جایتان خالی دیگه. دور از دلتان. تشکر استاد. خب دوستای عزیز دیگه انشالله دیگه از این به بعد دیگه استاد و چینل یوتیوب چینل افغان لایف حمایت بکنین، از طریق سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، کامنت بکنین. وطندارای عزیز ما که هستن همیشه حامی بوده برای جوانان و دوستایی که واقعا تلاش کردن، زحمت کشیدن. دیگه ما من حیث یک کارکن رسانه‌ای من دوستا ایران میگم که دوستا از این آگاه هستن و خبردار هستن و میفهمند که کار ساده نیست. ساختن محتوا، برنامه واقعا خیلی دشواری‌های خاص خود داره و همچنان در این شرایط واقعا خیلی سخت است. و بازم جوانای عزیز ما همیشه کوشش کردن و کوشش هستن. فقط یک خواهش بازم از شما دوستایی را دارم که حمایت بکنید دوستا و جوانای خود. همیشه در هر جا ما گفتیم که نه تنها ما بلکه بعض دیگه دوستایی که وطندارای ما هستن، هموطن ما هستن، در بخش‌های رسانه‌ای فعالیت میکنن، اونا را همچنان شما مورد حمایت خود قرار بدین. از یک خارجی که خوبتر هستن. خیلی سپاسگزار هستم از اینکه ما را دعوت کردین و واقعا هم تو کیک مزه‌دار شیرین شد. بعد از اینکه استاد بخیر دیگه این اولین برنامه تان افتتاحیه شبکه بود. برنامه بعدی تان روی چی کار میکنین بخیر انشالله بر دوستا منتظر باشن ببینن برنامه بعدی؟ برنامه متفاوتی است انشالله. برنامه ورزشی است، برنامه داخل شهر است، گزارش داخل شهر است، از مردم است. انشالله که منتظر باشم. برنامه بعدی ورزشی گفتن یا داخل شهری است؟ داخل شهری است. داخل شهری. بسیار عالی. انشالله دیگه وطندارای ما که در خارج از کشور هستن منتظر همون تو گزارشایی هستن که در بیرون شهر مزار شریف یا یک شهر ولایت دیگه باشه اونا رو میبینن و دوستدار هستن که آگاه شون از کشور خودشون. بله، مردم چی شرایط قرار داره. بله. وطندارای عزیز، قسمه که شما زنده هستین و نام خدا ماشاءالله دیگه افغان لایف هم افتتاح شده و یکی از مهمانای شناخته شده ما حاجی صاحب بزرگوار، حاجی صاحب سخا که از ولایت کابل با ما همراه هستن و صحبت دارن. با شما دوستا صحبت های خود در رابطه با یوتیوب چینل افغان لایف می داشته باشه. سلام احترامات خدمتتان حاجی صاحب محترم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ قربانتان سلامت باشین. سلام ما را پذیرا باشین. مبارکباد عرض میکنم. افتتاح چینل یوتیوب افغان لایف. امیدوار هستم یک گام بسیار خوب و مطمئن در راه پیام رسانی، در راه مثبت بین جوانان و بین مردم افغانستان باشه. انشالله که قدمش نیک بالای همه ما شما باشه. تشکر. خیلی سپاس حاجی صاحب که شما هم داشتیم دیگه. این برنامه ما رنگی بود بیخی افرنگ شد حاجی صاحب. تشکر. خیلی سپاس. قربان شما لطف میکنین. سلام مرا برای تمام همکارا، برای تمام کسایی که صدای مرا میشنوه. بله. آقای سخا در خدمتشان است، دوستشان داره. ما همچنان شما را دوست داریم. ما همچنان شما را دوست داریم. بزرگ ما هستین. جور و آرام سربلند باشین حاجی صاحب. تشکر. فدای سرتان. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. این دوستای عزیز جناب حاجی صاحب سخا بود که یک از بزرگای افغانستان در بخش امی موترهای لیلام میکردن. نه بله که تعداد لیلام موتر گذاشته بودن در افغانستان. با ما یک جا از طریق صوتی یک جا بود و میمان برنامه ما شد به حساب دیگه. برنامه ما رو پر رنگ ساخت. دوستای عزیز حتما حمایت بکنید ما را. تشکر میکنم از دوستای عزیز. خوش آمدین.
قربانتان. نوی جان خان، احسان جان، میلاد جان، تشکر از شما دوستای عزیز که تا هنوز ما را پذیرفتین. انشالله که برنامه بهتر منتظر باشید که با جمع از دوستا یک جای انشالله بخیر برنامه متفاوتی می سازیم برای شما. لحظات آخر برنامه است، همراه دوستا خداحافظی میکنم. نوی جان گفتنی داشته باشین. خیلی سپاسگزار هستم از شما که ما رو دعوت کردین و آمدیم. امروز واقعا کیف کردیم، لذت بردیم و براتون انشالله آرزوی موفقیت دارم و برای بینندگان عزیزم که خیلی صحبت کردم پرایفی زیاد کردم، بازم خواهشان که استاد مورد حمایت قرار بدید و چینل افغان لایف سابسکرایب، لایک، کامنت کنید. تشکر، سلامت باشید. احسان جان میشه گفتنی خدا بگوین، کدام گفتنی اگه داشته باشین آخر لحظه برنامه است. الله استاد جان، ما خود کدام گفتنی خاصی ندارم. یک تشکری خاص از شما که ما رو دعوت کردین به برنامه ایتان و امیدوار هستم که میلیونی شدن تانه ببینیم. از هموطنهای ما خواهشان که حمایت کنین و منتظر ویدیوی جدیدشان باشین. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد. یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید، یوتیوب چینل افغان لایف. تشکر از همه شما تا آخرین برنامه ما رو تحمل کردین. ممنون شما. تشکر از شما نوی جان. وقت خوب و خوش براتان میخوایم. خداحافظ و نگهدار شما.